تندباد قطبی به شمال منطقه به اصطلاح میدوست یا خود غرب میانه امریکا هوای سرد آورد. هواشناسان که از سال 1871 باد و هوای این منطقه را به طور منظم پیگیری میکنند میگویند تا این زمان یگان دفعه هوا اینقدر سرد نشده است. هفته روان هوا تا 20 و 30 درجه زیر صفر پایین رفت و هواشناسان پیش بینی میکنند که هوا امکان دارد تا 45 درجه تحت صفر سرد شود. در نتیجه کلی میچیگان یخ بسته است. این نوا را عکسبردار با نام جاشوا نویتسکی از شهر سنت جوزف به خبرگزاری رایترز فرستاده است. در آنجا اکثر مؤسسه ها در خود را بسته به کارگرانشان مشورت میدهند که بدون ضرورت از خانه بیرون نشوند. در چیکاگو روز یکشنبه مرد برای نجات سگش خود را به یک خوابه پرتافت و خودش به کمک نیازمند شد. رهگذر حال صاحب و سگ را دیده و افسران پلیس را برای کمک دعوت کرد. پلیس نوار نجات آنها را در اختیار روزنامه‌نگاران قرار دادند. مرد نجات یافته که نخواست نامش آشکار شود در نامه به پلیس چیکاگو منتداری بیان کرده است.